نام باستانی شیطان هوروس بود و به خاطر عبادت‌های طولانی مدتش او را عزازیل یعنی عزیز خدا نامیدند. شیطان پس از تکبر و نافرمانیش ابلیس نامیده شد. وقتی فساد فتنه در بین نسناس‌ها زیاد شد، لشکری از فرشتگان خداوند برای پاکسازی زمین آمدند. در آخر شیطان را گرفتند و اسیر کردند. شیطان گفت من می‌خواهم خدای شما را بپرستم و از مؤمنان هستم. شیطان را به آسمان بردند و شیطان لوحی را دید که بر روی آن نوشته شده بود: من پاداش هیچ عمل کننده ای را ضایع نمی‌کنم. شیطان عاشق خداوند شد. او هزاران سال خداوند را عاشقانه عبادت کرد. بعد مدتی به آسمان دوم و سوم و به آسمان هفتم راه یافت. به حدی رسید که در کنار عرش الهی یک منبر داشت و بر روی منبر می‌رفت و از صفات و عشق به خداوند برای دیگر فرشتگان سخنرانی می‌کرد. شیطان وقتی فهمید خداوند خلافت دنیا را به انسان می‌خواهد محول کند، غرور و حسادت او را فرا گرفت و او تنها کسی بود که در جمیع تعظیم کنندگان ایستاد. خداوند او را از عرش و بهشت اخراج کرد و لقب ابلیس به او داد. فرشتگان به ابلیس حمله بردند تا او را اخراج کنند و ابلیس از انسان کینه به دل گرفت. ابلیس یکی از زیباترین موجودات بهشت که مار بود را در جلوی درب بهشت دید. به مار گفت: ای مار، مرا در دهان خود راه بده و در بهشت بگذار حضور یابم. در اعزاش اسم اعظم پروردگار را به تو می‌آموزم. مار قبول کرد. ابلیس آدم و حوا را فریب داد و از بهشت خارج گشت و به مار نیز گفت: من اگر اسم اعظم بلد بودم خود به بهشت راه می‌یافتم. و مار را نیز فریب داد. خداوند به خاطر ما انسان‌ها فرشته محبوب خود را راند. بی انصافیه که به صدای شیطان گوش دهیم تا صدای الله